سنه که گفته میشه شاید این سن بیشتر باشه پس در نتیجه مراحل تراش توسط استاد ماسوری، نوع تراش بریلیان. نوع تراشش چیه؟ استاد ماسوری نوع تراشش چیه؟ تراش بریلیان کاته. بریلیان کات. بله بله. که مبراهی از جنس فیروزه و جهت آموزش پرسنل که جدیدی که میاد برای آموزش بهشون آموزش بدیم که چگونه کار میکنن با این دستگاه. اکثر میشه مربوط به فیروزه هست و در دوران اسلامی که بعد از ورود صفویه و ظهور صفویه به ایران هست به صورت انگشتر شانه همین چیزهایی که الان متداول هست برمیگرد به اون دوران میشه. بعد از ما مصر هست اینجا نوشتم